بله، سلام علیکم. خدیجه هستم از کشور آلند. زنگ زدیم و پیام میسه که از آقای انصاری سپاسگزار هستیم از کارکنان روی پرده، پشت پرده و تمام کارکنانی که زحمت میکشن شب و روز و تمام علمایی که برای حق، برای فداکاری، برای فرض الله خدمت میکنن. خداوند تعالی اونا را اجر و پاداش دنیا و آخرت نصیبشان کنه. و برای ما افتخار است که خداوند تعالی همه حال اولاد اسلام برای حق، برای صراط مستقیم دارد کنه، و بالخصوص مثل آقای انصاری، مثل آقای دیقان و دیگه استادای محترم. پیام من نیست که خوشا به حال پدر و مادر آقای انصاری که دو بچه‌ای که با دیندار با خدا و با حسابه که ما حق و باطل نمیبینیم که از هم جدا میکنه. خداوند خیر برکت بده، کامیاب دنیا و آخرت داشته باشه. سلام علیکم. خدا حافظ ناصر.